چیخه یک نفر زندانی دستاش بسته در داخل زندان، یعنی که در اونجا صدا بلند میکنن، دست به سلاح میزنن، کسی را گویا میکشن و در اونجا چندین نفر دیگه کشته میشوه. یعنی چگونه است؟ نهایت نوار گذاشتم، یک معلم گفت که من 9 کیلومتر پیاده میرم. همون معلم دروغ گفت. 9 کیلومتر نمیدونم راستی. نه معلم خودش گپ زد، یعنی که این یگان من نخوندم، همون چیزی که معلم خودش گپ زد. 9 کیلومتر حاجی در هر یک قشلاق در مکتب هست. دروغ ای گپ. الو سلام علیکم. علیکم سلام. آواز من از میره؟ بله. من شما در یک چند سوال دارم. اول یک سوال میگی برای چی کسی که با فکر شما راضی نیست باید حتما خواهین باشه، باید حتما من نمیدونم خیلی صد نمود ناموقت استفاده میبرین، دموکراسی میگین، چی میگین. کسی که اگر طرفدار شما نشید حتما چاپلوسه. سوال همین. من سوال شما را جواب میگردم در باره دپوتات، در باره بعضا خودت جلسه کد سرخ برادر آموزگاری یا که چیکارگر هستی؟ من معلم دانشگاه دولتی کلوب. دانشگاه دولتی کلوب؟ خیلی خوب. معلم معاش چقدر است برادر؟ نفهمیدم. معاش چقدر است؟ معاشم 2800. میرسد از زندگی؟ آزاد. آزاد؟ چند فرزند داری؟ اول سوالی من را جواب بدن. نه همه پاسپورت شما نه اصلا ببین ده، یعنی فرق کننده است. مثال خودت میبرای یعنی آرام، یعنی بدون تأخیر، بدون دست دادن با یعنی که زندگی شخصی یک نفر گپ بزنی. من خطا نمیگم تو چاپلوسی، چون حق دفاع کردن داری از رژیم رحمانوف، اما بعضی ها مرز میگذارن برادر. میفهمی؟ گوش کن. بس اجازه بده ما گپ بزنم. بله. من خطا تحقیر نمیکنم، خودت مرا تحقیر نمیکنی، آرام باید گپ بزنی. خب بله. لیکن ما در همین گیم تصور داشتم که تاجیکستان آباده، علامه تنجه، زندگی خوبه. یعنی خود آرامی در چی میبینی؟ گوش کنین، بعضا فکتایی که شما میارین همیورا ما میبینم. بودیر یکم سوالی ما همین بود که برای چی که یک کس بودی نامجا نه خودت میگی نگاه کده برادر عزیز، یک دقیقه خودت میگی وطن آباد است. نه آخه یک دقیقه در مسئله چون میگی ای سوال بیرون میشی، میگی وطن آباد است، آزاد است، درست؟ بیرون نشیدم. همون مطلب آدم لعنت میگم را تحقیر میکنم. من طرفدار تو نیستم، من طرفدار همین دولت حکومتم. برای چون که گپای شما نادرسته، برای چی باید نمیگم که مردم یگان فکت داری گپ زن تحقیر نکن. برای چی باید نمیگویی؟ سوال همین بود. کی را نمیگم؟ کسی که طرفدار شما نیست با فکر شما راضی نیست باید حتما چاپلوس است. یعنی کسی که حقیقت هم میبینه و چشماش همین باشه میگم چاپلوس است. من مثال میارم، ولی من برای خود مثال میارم. میگی وطن امنیت داره، آزاد است، درست؟ درست. یک سال پیش در دوشنبه در زندان زیاده از 100 نفر کشته شد، تا امروز کسی جواب نداده است. امنیت در کجا است؟ 100 نفر کشته نشد باید اون چی این خیلی گپا در امریکا هم میشن. پس نوارها را برای چی نشان نمیدین برای مردم که چگونه شد همین حادثه چگونه رخ داد؟ چون در زندان کامera هست، کسی میگه نیست، دروغ میگه. بعضا مسئله هایی هست که سری دولتی این سری دولتی حساب نمیشه. من خوبتر میدونم سری دولتی چی است. این سری دولتی نیست. بس تو میگویی که یک دپوتات چند پول معاش میگیره؟ خب به سعود داده پروردی تو خودت سعود داری، تو میفهمی که دپوتات، وزیر، خب پرزیدنت، خب وظیفه‌های هستند و یک علاوه وظیفه‌های دیگر هست که اینا 100 توی در تامینات دولتی هستند. در چیزی دولتی هستند؟ از خودش در تامینات دولتی. یعنی دولت همین قدرت داره که برای فرزندان نور ماشین بگیره بتا باید. برای فرزندان نور ماشین نداره. هر دل هر وزیری که میخوایی یعنی دولت باید براشون بستانسرا بوده. نه بس یعنی دولت براشون در امارات در دبی روان سیرگشت کنن 10-20 هزار دلار مصرف بکنه براشون. وزیر شید فرزندی و حق نداره که تجارت کنه، حق نداره که تحقیق تحصیل کنه. برای ما بیار یک فرزندی وزیر که صاحب کار باشه. نامش بگو، صاحب کار موفق. همتون ما یک تیرمه گفتی همه میتون. بگو. همتون نبیره جناب ولی را میگه او کس تجارت داره ای مردک خوب. این خیلی میلیون ها تایم که تجارت توجیه داره. تجارت چی را داره؟ او جنتلمن کدام تجارت داره؟ او
1000 نمود چی تجارت میکنه کو بگو؟ آخه خیلی آها دارم بعد کدام نمودی تجارت در دستی او از کو بگو؟ تو خودت ناز میدونی من نمیدونم واقعا نمیدونم که او تجارت میکنه و تجارت است و کدام نمود تجارت در دستی است من نمیدونم وای پدرش سوی بود فیرمای فراز داشت انا مالکیت مردم فراز شرکتی عمرعلی قوتوف بود دوز دیدن از حساب پول مردم ماشین گرفته زندگی داره فهمیدی؟ با گپ درست نیست ما درسته بچه بیچاره را رفتن در استانبول به شهادت رساندنش چی خیلی با نادرست است اگر اون نادرست باشه برای چی او را میکشیم پس؟ معنی تا موجی بیچاره را که از سیاست از پالیتیک دیگر اونها سبب نداره معنی نادرست نشد ببین اگر نمیدون تا باز کنی نو چیل دارم تلفن تا پیشتر بگیر صدا تا درست بکنی با گفزا صدا دست پیشتر بست اما کجاتون شما را میکشن توی من میبینم در گرمانیا این مردم دانشگاه میرم ما در گرمانیا 3 ماه ما در نیمی دریا بودم سوال خدا دارم کستونی که در پناه تای یکنیم 2000 یورو میستر در گرمانیا خودش تا امور ابو که ما میگم یکم جو مبلغ نمیگی و میره که جو آوردی خریدی بسیدی اما سر لیباس نمیگم حالی بست بچه یه دقیقه پیشتر و تلفن تا پیشتر مون ای برادر آوازت بزه با مده سای در گرمانیا مردم 4 ماه $7 معاش میگیرن ما موجود جوان رفیقان هستن اینا بیان برنامه شما دارن علت بیاد است پیوست میکنن و سیگار میزنن پیوست میکنن میگه که او 1800 1900 یورو معاش میگیره زنش 2000 چند تا معاش میگیره هردش تقریبا $50 یورو میشه در یک ماه یک کودک رو میگم دیگه شما میگی میگن نمیگم برای چی میگن دور نمیرسه مثال عادی ترینش او معاش بالا میگیرن 1 کیلووات سویت تقریبا 4 ای برادر یه دقیقه من گوشت میکنم تا آخیره آوازت از دور بزه با میسای میکروفون یا که همون نوشتیک تا بکش یا که از پیش گپ زن نه کنی گپ زن میکروفون ما انا جوره انا که یه بار دیگه هم نرخ کسی مرا بگو من فخر کنم نفهمیدم یه بار دیگه بگو که همی کسی مرا چند سون بوده است کسونی تو خودت میدونی خب یکنی یوروه ارزونش 800 یورو 1000 یوروه ما در گرمانیا هم بودم در گلندیا هم بودم در اسپانیا هم بودم در چخیا هم بودم ما یک معلم عادی مگر بوی که ما انا که بس یک معلم عادی دقیقه یک معلم عادی خودت مرا گفتی که ما آدمای نیست که سر ما توپتی همین قضیه زندان کو شربته آیا چه سری دولتی میشه هم کشتن یا نفر هم میکشن سری دولتی ایو چه سری است نه تو دروغ نگو ها بچه دسته در 2 زندان در خوجند هم همین حادثه رخ داد در دوشنبه هم رخ داد دنیا میدونه همین قضیه برای چی محکم شد کسی جواب نداد چیخه یک نفر زندانی دستاش بسته در داخل زندان یعنی که در اونجا صدا بلند میکنن دست به سلاح میزنن کسی را گویا میکشن و در اونجا چندی نفر دیگه کشته میشوه یعنی چگونه است کینو بسیار تماشا کردگی جورا بچه من اصلی حادثه را همون چیزی که حکومت رحمان شهر داد که حادثه همین شده است در زندان مناقشه شده است زیاده از 50 و چند نفر رسمی میگن غیر رسمی زیاده چرا مردهاشون دادن نشد چرا برای مردم رسانوی نشد کامراها هست در زندان او سری دولتی نیست این افسانه تا برای در گوش کسی دیگه بگو چرا کامرا را برای مردم نگفتن که مردم شما حکومت تهمت نکنید این دوربین این فلانی از فلان زندان از فلان حجره بیرون شد رفت از فلان جا چون همه کامera نظارت است کسی میگن نظارت نیست دروغ میگین امینا بر آمدن رفتن تا این قدر کنو پیشکنشون کردن کجا بر آمدن کجا بر آمدن ایگام جا نه بر آمدن امینا چی جای دروغ داره ای بچه از زندانی که در زندانی شهری وعده شد هیچ کس ایگام جا نه بر آمدن در داخل زندان کشتنشون در کیرپیش نیز زندان stop ایامی کیرپیش نی چخل نبر آمدن اون مردم اگه جا بر آمد رفت کی بر آمد ورتالیو تا دادن کپوندن تو کی را گفته صاحب مست چی تو
حویلدار را رفتم. بچه تو یکم توی دیگه نقل کردستی شد مسئله ما نیوشی وایو را بگو دپوتاتور نه هازی بسو چرا همین سیری زندان دیگه بیرون نشد چراش که جواب نداد چرا مسئول زندان ها منصور عمرов در نزد روزنامه‌نگاران مسئله شرح نداد برای چی چرا فرزند یعنی که یک از در زندان میغلطه او به معنی نیست که شما حق دارین او را بکشین جنایت کرده است بگذار در زندان باشه اما امنیت او باید در زندان نگاه کرده شود چرا امنیتش نگاه کرده نشد در دستش سلاح طرفی زندانبان بپرونه و زندانبان بیسته نگاه کنه تو نشان بتین در کجا راست سلاح بود کنیش کنی نداشتم نه کنی نشان بتین از سبب که سری دولتی این سری دولتی نمیشه توی تبر دایگام توی دیگه نخوره بچه این سری دولتی نمیشه این دروغ است سری دولتی این سری دولتی نیست این سری دولتی نیست برای اگام جای دیگه بخون اگام کتاب دیگه بخون این مسئله سری دولتی نیست آشکار همه میدونه در زندان یک نفر بردین دست و پاش بسته کردین یعنی باید اگر یک نفر در زندان هم باشد او به معنی نیست که او زندانی است میخواین تجاوزش کنین میخواین بپرونیش نه امنیت او باید حفظ کرده شود داخل زندان هم کسی حق نداره که یک شهروند از آزادی محروم بکنه صبر کن شما تا این درجه ظالم نشین هیچ کس حق نداره که یک نفر از آزادی محروم بکنه سرقانون کشور میگه کسی حق نداره یعنی یک نفر شما بردین زندان کردین خب جنایت اگر بگذار کرد اما امنیت او باید در داخل زندان نگاه کرده شود باید امنیت او نگاه کرده شود در داخل زندان میفهمی نباید او بمره از زندان مردش بروید ایلا که اگر خزای الهی نباشه مرگ چی نباشه ولی او پراندگی هستین سلاح گرفتین پراندین کی پراند تو گفتنی که هوا بوند کردن خستن همه را زدن علو زدن بیاره نشان بتین برای مردم که بوند کرده باشه کو نشان بتین کو اگر واقعا اونها همین خیلی صدا بلند کردن کو برای مردم نشان بتین بوند کردن اینا نشان بتین مقصد همو آزادانه برآمده رفتن بود یگان مقصد نبود اینجا مکرای دیگه بود دروغ نگین کو برای مردم نشان بتین کو نشان بتین کو واقعا اونها صدا بلند کردن میخواستن گریزن کو نشان بتین گوش کن یک پریام استفاده میبریم نه خب نه تو دعوا داری کو نشان بتین نه بیت ما بفهمونم خب اگر یک آدم نظامی قطعی صحبت کرد بحث کرد تو وای سوال ابته وقتی ما میگم آموزگارم مکتب عالی در معلمم تو مرا نو مسائل را بگو شما کارمندی حفظ حقوق سوال میتین که چی با که معلم یا تو آموزگاری من از آموزگار چند فایز بودجه کشور در ساحه معارف صرف کرده میشود من نمیدونم من اختصاصم فیلولوژی دیم اختصاصم اقتصادیات هم با ساحه منیجمنت ساحه مالیه نیست برای این سوال ما نته سوالی را دبته که ما موافقه تو حاضر گفتی که اقتصاددان هستی درست اقتصاددان منیجمنت اقتصادیات کلان است ساحه کلان است منیجمنت مالیوی خب بودجه کشور در سال 2020 چقدر بود من نمیدونم من میگم من اختصاص مالیه نیست منیجمنت از مالیه فرق داره فقط پروفسور گرفتی است همین چیز فرق نمیکنی عادی ترین چیز رکتور دانشگاه شهر کلاب کی است وزیر معارف کی است امروز وزیر معارف کی است امامزاده پیشینش کی بود نوردین سعید آیا هم نوردین سعید و چی هم نوردین سعید و یک پروفسور قبول میکردی همچون یک پروفسور نه همچون یک اکادمی قبولش کرد او سطح گپزنی او را دیدی در رسانه ها مرا شرمنده کرد وزیر مگر همون قدر عقل باید داشته باشه نه ببین من اولی وزیر معارف ازبکستان قای گپ زدم عموما روسی را نمیدونه گپ در سر روسی نیست بگذار ندونه زبان تاجیکی را گپ زنی شدیدی آزاد گپ میزنه به یگان مشکلی ای بچه شما بعد این قدر فشاری روحانی میارین روانی میارین انسان ده بعد همه با میخواین که آزاد گپ زنه
کدام فشار آوردیم؟ ما فشار نآوردیم. مسئله زندان گفتیم من نمیدونم گفتی چون که این سری دولتی است، چون سری دولتی نیست دروغ میگین. مسئله بودجه کشور در ساحه معارف تو معلمی مکتب در دانشگاه درس میدی، تو چه نمیدونی؟ باید بدونی. من نمیدونم. تو باید بدونی که چند فایز باید بدونی و باید حتی حق سوال دادن داشته باشی که محترم وزیر خب از بودجه کشور در سالی 2000 و فلان این قدر مبلغ جدا شد. خب من واقعا ندیدم لایه های معارفه، چون در صدای مردم هر روز یک مکتبی کندگی نشون میتن. باید برای وزیر سوال بکنی که چرا همین پولا در مکتبا صرف نمیشه، چرا در ایشکاشی مکتب نیست، چرا در فلان جا مکتب نیست، پس این پول کجا میشه؟ تو حق سوال دادن داری. آیا میتونی برای وزیر سوال بتی؟ ما در جایی که ما کار میکنم همه چیزش سازه. خیلی در جای تو سازه، یعنی یک شهروند یک نفری که در یک کشور دوردست زندگی میکنه او حق همه چیز ساز بدن نداره. ببین بست دادی خیتویا بست نه یک دقیقه نه یک نوار گذاشتم، یک معلم گفت که من 9 کیلومتر پیاده میرم، همون معلم دروغ گفت. 9 کیلومتر نمیدونم راستی نه معلم خودش گپ زد، یعنی که این یگان من نخوندم همون چیزی که معلم خودش گپ زد. تو بدست 9 کیلومتر وجود در هر یک قشلاق در مکتب هست. دروغ ای گپ. زنش همون معلم و همون معلمی بزرگیش دروغ میگه. دو نفری که در اونجا گفتن فریب کردستیان. نه 9 کیلومتر در نه من مکتب نشان دادم پالی مکتب، یعنی همون میدانچه‌ای که کودک‌ها باید بازی کنن یک ادیر است، اصلا جای نشستن نیست، جای یعنی که استراحت کردن نیست. آیا مکتب باید چنین باشه؟ ما راستی گپ ما دیرتر در اومدم بسیاری. حالا من برات میمونم پیشترک ما را زنگ زدم که پیوست شوم. یا دقیقه من تو دیرتر در اومدی من برمیگردم دولت تاجیکستان اینا بس همه چیز سوادی تو میرسیده، همه چیز میفهمیده. تو تاجیکستان با گرمانیا و با امریکا برابر کردیسته. در امریکا 400 چند سال شد دموکراتیا ساختن، 400 چند سال شد حاضر هم برابری نیست. میدونی که در همونجا مکتب سیاه پوستاجی داره، سفید پوستاجی داره. این مسئله ما در امریکا کار ندارم. امریکا پیشوای ملت ندارن، بشریت ندارن، فشریت ندارن، اساسگاه صلح و وحدت ندارن، چنکرته قهرمان ندارن، پدر ملت ندارن. یک نفر توی اندازه نمیلسن، نمیبوسن. اخی 4 سال بالاخره 8 سال رفت تمام. اما ما اخی دعوای ما از امریکا ده زیادتر است. ما میگیم تاجیکستان بهشت روی زمین. مرحمت مکتب یک بار بگذار. اینا نیا کن. حالی کودک ببین زنگ شدگی است، تنفس کودک رفته است، نیا کن چارقاوک در روی سنگ کشیده است برای درس دیگه. همین است مگر معارف و مکتب. ما اگر بیس یک دقیقه ما اگر ای واتساپ برام یوتیوب ما گیریم کنم ببینیم هم نواری تر اگر نمیمره بدرو ببین نمیمره. ما ببینیم چی را مونده تو جایی. در جای در اتاق کاری یا که در خونه؟ در خونه ایم. بعد کامپیوتر نداری؟ چه معلمی کامپیوتر نداری؟ کامپیوتر دارم. که گیران کامپیوتر من انتظار میشم گیران که